چه کشورهایی در آینده از روی کره زمین محو یا نابود خواهد شد؟ کشور اسرائیل برای همیشه از روی کره زمین محو خواهد شد تا قیامت. کشور کره جنوبی، تایوان، کشورهای اسلامی، کشور آذربایجان، کشور ترکیه، قزاقستان، پاکستان، افغانستان، ایران. متاسفانه. سلام خدمت همه فارسی زبانان عزیز دل خودم در سراسر جهان. عزیزان دل، من ایدری هستم، یک پیشگوی افغان که برای شما پیشگویی میکنم. با هم ببینیم امروز که روی این کره زمینی که ما زندگی میکنیم چه اتفاقی براش میفته. چه کشورهایی از روی این کره زمین محو یا نابود خواهد شد. دوستان عزیز، من میخوام با شما بسیار با زبان عامیانه صحبت کنم. منظورم اینه که خب زبان فارسی که یکیه، یه دونه است، اما چند رشته داره. مثلا یکی زبان سیاستمدار است که رئیس جمهورها با هم صحبت میکنن، فورا هم دیگر رو درک میکنن. بعدم که آدمای عادی مثل من درک نمیکنن. بعد تحلیلگرا داره منظور این رئیس جمهور چی بود. بعدم یک زبانی داریم که زبان آخوندا یا ملاها است. اگر متوجه باشی یک ملای اهل تصنع، یک ملای اهل تشیع یا دو تا آخوند با هم نشستن داره بحث میکنن. بعد هر کدام یه حدیثی میاره. بعد اون میگه این حدیث معضوله، این حدیث ضعیفه، این حدیث صحیحه، این حدیث حسنه. خب این رشته کاری ما نیست. این ملا خودشان میفهمن و این آخوندا یک ساعت با هم بحث میکنن و رشته کاری هر کی برای خودشه. من میخوام با زبان عامیانه صحبت کنم، یعنی زبان کوچه بازاری. وقتی ما هم دیگر رو میبینیم، نه سلام علیکم، حال شما خوبه، بچه خوبه، من میخوام یک زبانی باشه که همه متوجه بشه. نمیخوام مثلا مثل آخوند یا مثل یک سیاستمدار صحبت کنه که خودشون متوجه میشن. متوجه شدین عزیزان دلم؟ خب من با دو تا لهجه گپ میزنم یا صحبت میکنم که هم عزیزان دل خودم، برادران و خواهران افغانی خودم کلی گپای ما رو بفهمه، هم با لهجه ایرانی صحبت میکنم که خواهران و برادران عزیز ایرانی خودم متوجه کلام من بشن. دوستان عزیز، قبل از اینکه براتون بگم چه اتفاقی روی این کره زمین میفته، چه کشورهای باقی میمونن، چه کشورهای نابود میشن در آینده، میخوام براتون بگم من نه بلوگرم، نه یوتیوبرم، نه تیک توکرم. بلوگر که میدونین چیه؟ بلوگر همون کساییه که یک ویدیو درست میکنن، تو یوتیوب این ویدیو رو پخش میکنن، یه درآمدی داشته باشه، یه کسب و کاری کنن. من این ویدیو رو درست میکنم برای اینکه شما از آینده با خبر باشید. خب دوستان عزیز، حتما برای شما جالب است که من از کجا میدونم که یک کشور در آینده چه اتفاقی براش میفته. خب دوستان عزیز، هر کشوری، هر خاکی از خودش DNA داره. مثل ما انسان ها که DNA داریم و DNA ما با هم فرق میکنه. کشورها هم همینطوری مثل ما انسان ها DNA داره و DNA شان فرق میکنه. زمین مثل ما زنده است، نفس میکشه، عبادت خدا را میکنه. خب درباره DNA و کد کشورها که من اینا رو چطوری ضرب میزنم، جمع میکنم، بعد میدونم چه اتفاقی میفته، آخر ویدیو توضیح میدم.
امروز ویدیوی ما درباره اوکراینه. ما پیشگویی میکنیم چه اتفاقی در اوکراین میفته. ویدیوی بعدی ما انشالله یا درباره ایران خواهد بود یا درباره اسرائیل. خب بیا ببینیم اوکراین در این جنگ برنده است یا بازنده. کی جنگ اوکراین تمام میشه؟ آیا اوکراین سرزمین های خودش پس میگیره یا دیگه نمیتونه؟ خب درباره جنگ بگم کی تمام میشه؟ تابستان خود اوکراینیا تمام میشه. الان ماه مارچه، به حساب روسا مارت، 25 مارچ ماه سوم، یعنی 2 ماه و نیم 3 ماه دیگه جنگ اوکراین تمام میشه. خب چطوری تمام میشه جنگ اوکراین؟ 1 روز آتش بس میکنن. میگه برای 1 روز آتش بس. این آتش بس صلح نیست، در حالت جنگی هستن، ولی 1 روز آتش بس میکنه. همین 1 روز میشه 10 روز، 10 روز میشه 1 سال، 1 سال میشه 10 سال، 30 سال، 35 سال همینطوری آتش بس میمونه، دیگه با هم نمی جنگن. خب آیا سرزمین های خودش پس میگیره؟ نه. الان اگه در گوگل بزنی نشان میده که 20% خاک اوکراین تصرف روسیه است، اما در حقیقت 14% خاک اوکراین در تصرف روسیه است. اما روزی که آتش بس میکنن روسا خیلی پیش میان. 22% تا 24% خاک اوکراین تو دست روسا میمونه همون روزی که آتش بس میکنن. خب این آتش بس گفتم حدود 30 سال ممکنه 35 سال طول میکشه در حال جنگی، اما آتش بس. خب این 22 تا 24% خاکش روسا میگیرن. بعد همون روز آتش بس که میشه، یک گروه همسایه هایش مثل پولند، هنگری، همسایه‌اش میای میگه ما وسط شما یا ما بین کال شما استاد میشیم که شما دیگه جنگ نکنین. مثل یک صلح طلب بری، صلحبان میگن، حالا فارسیش نمیدونم دقیق چی میشه. وقتی مدت طولانی میگذره 10 سال، 20 سال، 30 سال، اینا در حالت آتش بس هستن دیگه، یعنی جنگ ندارن، آتش بس کردن. اونا این سرزمین ها را تصاحب میکنن برای خودشان. یک روزی که اوکراین میگه خب حالا که ما با روسیه آشتی کردیم برین بیرون، میگه نه بابا این سرزمین مال ماست، یعنی این مال اجداد ما بوده، 300 سال پیش هم مال ما بوده. خلاصه ای کلام اوکراین به 4 یا 5 قسمت تقسیم میشه. رو هم رفته یا سر جنب گفته افغانی ها، حدود 32 تا 36% خاک خود اوکراین از دست میده. بعد از 35 سال روسا رابطهشون با اوکراین خیلی خوب میشن، نسل جدید میه، اصلا فراموش میکنه که یک وقت اوکراین با روسیه جنگ کردن. اینا اصلا یک نسل تقریبا، فقط نامش مانده اوکراین و روسیه. بعد یک جا میشن، سرزمین های اوکراین برمیگرده به خود اوکراین. این درباره سرزمین هایش بود. ده سال بعد آتش بس وقتی در اوکراین بیایی، اوکراین اصلا نمیشناسی، اصلا باورت نمیشه که این اوکراین شهرهایش خراب شده، جنگ داشته. یعنی از اول هم زیباتر و مقبولتر اوکراین درست میکنن. کشورهای اروپایی خیلی کمک میکنن، پول خیلی زیادی میاد داخل اوکراین، و روسیه هم کمک میکنه. اوکراین 2 برابر زیباتر درست میشه. خب دوستان درباره DNA صحبت کنیم که چطوری من حساب میکنم این DNA و چطور میدانم که تو کشورها چه اتفاق میفته. DNA سرزمین ها خاک
اعداد 1 و 2 و 3 و 5 تا 9. مثلا اعداد دی ان ای اوکراین میشه 1 3 4 6 8. این دی ان ای اوکراین است دوستان عزیز. وقتی ما اول میبینیم 1 بعد کدش 2 این میشه سرهم 3. بعد ما میبینیم 3 سرهم میشه 6. بعد ما میبینیم کد 4 سرهم میشه 10. یعنی 5 تا 2 تا، یعنی 2 تا 5 تا 2 تا میشه. بعد ما میبینیم 6 3 تا 2 تا میشه. بعد ما میبینیم 8 4 تا 2 تا. یعنی هر کاری کنی کدش 2. خب ما وقتی میبینیم جنگ اوکراین وقتی راه افتاد یا شروع شد سال 2022 بود. متوجه شدی؟ کلگیش 2. ماه دوم اونم کلش 2. ساعت 4 صبح 2 تا 2 بازم 2. وقتی که صلح میشه در ماه ششم بازم 3 تا 2. حالا ساعت و روزش حالا ببینیم چی روزی میفته که اونم حتما 2. این اعداد 2 کد اوکراینه. خب این 2 چه قدرتی داره؟ یک اعداد به دنیا آمدنه، اعداد پیدایشه، یک چیزی که به دنیا پیدا میشه. مثلا یک بچه به دنیا میاد یا یک سبزه از زمین میاد بیرون، این عدد پیدایشه. این عدد حالا عدد 1 کجا میفته؟ دوم میفته، سوم میفته. مثلا عدد 1 معنای ضعیف بودن هم میده. مثلا یک بچه نوزاد به دنیا بیاد خب ضعیفه دیگه، قدرتی که نداره، با تو که نمیتونه دعوا کنه. یک بچه تازه به دنیا آمده این معنا هم داره. عدد 2 عدد رشد، همیشه در حال رشد. مثلا اوکراین همیشه در حال رشد ولی ضعیف. مثلا یک بچه 15 ساله همیشه در حال رشد. همیشه داخل اوکراین اگه متوجه باشین کسایی که تو اوکراین اومده یا داستان اوکراین بخونه همیشه پول داره، در حال رشد همیشه. خب اگر اوکراین 25 سال دیگه با روسیه درگیر نمیشد، جنگ نمیکرد، میشد عدد 3. یعنی 100 سال میگذشت، هر 100 سال یک بار یک دانه کد تغییر میکنه، میشد عدد 3. یعنی یک جوان 18 ساله 20 ساله با زور زیادتر، با تجربه زیادتر، با پول زیادتر. اما اوکراین روی همین عدد 2 مانده تا 100 سال دیگه. از دوباره اگر 75 سال دیگه بگذره اوکراین باز به یک بدبختی گرفتار نشه، باز با یک کشور نجنگه، یعنی 100 سال خودش تمام کنه، یک کشوری قدرتمندتر میشه. ولی ما میبینیم روی تاریخ که کشور اوکراین حتما وارد یک جنگی میشه. مثلا جنگ جهانی دوم بوده، اون اولش بوده، یا حالا که با روسیه است. یک بدبختی پیش به خاطری که اون کسایی که داخل دولت میشن به خاطر کد کشور 2 اعداد مغزیشان ضعیفه، بازی دست دیگران میشه عزیزان دلم. به خاطر همین است که اوکراین از لحاظ پولی، از لحاظ ساختمان سازی، از لحاظ طبیعت رشد داره، اما از لحاظ قدرت اصلا رشد نداره. یعنی الان نمیتونه مثلا با روسیه بجنگه، هیچ وقت نمیتونه. اگر این آمریکا و نمیدونم انگلستان و آلمان و فرانسه مثلا اینا براش پدر مادر شد، یک بچه خورده کوچولو رو ببین 7 ساله 8 ساله رو، خوب همه میاد طرفداریشو میکنن. به خاطر اینه که اگر اینا نبودن اوکراین به قول ایرانی با یه تو گوشی کارش تمام بود. بچه کوچولوی 2 ساله است دیگه، قدرت نداره. دوستان عزیز،
و یک داستانم از حضرت موسی برایتان میگم. وقت متوجه کلام من میشه منظورم چیه. یک روز حضرت موسی از خدا خواست که خدایا هر وقت این بنده هایت مرد من میخوام بدانم که اینا کی میمیره. جبرائیل آمد به حضرت موسی خبر آورد که فلانی همسایت صبح صبح یا فردا صبح میمیره. خب حضرت موسی آمد به این همسایه و دور و بریا و اون کسایی که پیرواش بود گفت که فلانی فردا صبح میمیره. خب اینا شب خوابیدن و فردا شد و صبح شد و یک وقت رفت که اون نفر را کار میکنه. آمدن پیش موسی گفت یا موسی تو که گفتی فلانی میمیره این فلانی که هنوز زنده است. موسی گفت خدایا من که دروغگوی شدم تو گفتی که فلانی میمیره فلانی که زنده است. گفت ای موسی او دیروز کار خوب کرده دست یک فقیر رو گرفته صدقه داده. خب این آخونده یا ملا میگن به خاطری که میگن صدقه رد بلا است. الان براتون توضیح میدم متوجه میشین. منظورم الان ضرب المثل که بگم شما میفهمین چیه. میگم یک ماشین یا یک موتر از شهر مزار تا قندار میره میگم 1000 کیلومتر. یا از تهران میره شیراز 999 کیلومتر میره. 1 کیلومتر مانده که برسه تو شهر یا در شهر تصادف میکنه. یا حیوان جلوش میده به خر گوسفندی گاوی یا به یه اتفاق براش میفته میگه ای خدا 999 کیلومتر 1 کیلومتر دیگه مانده بود که داخل شهر برسه یعنی سر خانه زندگیش برسه. همون 1 کیلومتر مانده بود همه چی خراب شد زندگی تباه شد. خب دوستان این پیشگویی که من کردم منظورم از این ضرب المثلی بود که پیشگویی من 99% گارانتی که بیخی درسته. 1% مربوط به بنده‌های خداست. ممکنه یکی کار بدی بکنه که عذاب زیادتر بیاد جنگ اوکراین ادامه داشته باشه. ممکنه یک کار خیری بکنه که انشالله جنگ تمام شه. اگر جنگ اوکراین تابستان تمام نشد تا سال 2028 ادامه داره یعنی بازم همون دی که گفتم 8 هم که میشه 4 تا 2. خب دوستان ویدیو ما دیگه به آخر رسید. ویدیو خیلی طولانی شد. برای عزیزان ایرانی عزیزان دل خودم آرزوی موفقیت میکنم. اصلا پریشان نباشین نگران نباشین. من به شما وعده میدم که شما برنده این 1,000,000% نه 100% نه 200% نه 1000%، 1,000,000% ایران برنده است. نه اینکه من ایران دوست دارم به خاطر اینو میگم. ایران عشق منه ولی این از روی همون دی ان ای یا همون دی-ان-کا یا از روی همون کد برایتون میگم. آره عزیزان ایرانی موفق باشین انشالله برای همیشه. و خواهرانی برادرانی افغانی خودم خیلی دوستتان دارم. تشکر که همراه ما بودین. انشالله که افغانستان هم همیشه آرام باشه و شما هم در زندگیتان موفق باشین. خدا حافظی همه شما.